سیلندر چه ماشینیه این؟ پژو ایکس 7. این که بوش سیلندر ماشین ما باشه، این داخلش پیستون داره بالا پایین میره، بالا هم که سرسیلندر اینو بسته، پس این آتیش، این احتراق ما در داخل یه حوضچه از آب داره. شما یه بلوکه سیلندری دارید که توش پر آبه، 4 تا سیلندر قرار دادید، بوش سیلندر قرار دادید، توی هر بوش سیلندر یه پیستونی با یه دست شاتوانی زیرم میلنگو داره حرکت میکنه. دقت کنید اینجا رو شما ببینید، این چیه؟ آویزونه، اورینگه. این اورینگه چیکار میکنه؟ چی و از چی آب بندی میکنه؟ الان توی این بوش سیلندری که رو دست منه، تا کجاش آبه تا کجاش روغنه، اگه به شکلش نگاه بکنید متوجه میشید. آفرین. از پایین تا جای اورینگ تو روغنه، یعنی قسمت کارتلو که میلنگ و روغنه، از اینجا تا اینجا آبه که میبینید قشنگ جریان این آب هم رسوب داشته. اینو قشنگ خیلی، حالا اون طراح پژو رو فلان، ولی اومده برای آب بندی این موضوع اومده چی گذاشته؟ یه اورینگ گذاشته.